شهرداری استرافشان در صفحه‌اش در فیسبوک گزارش سامانه پیام درباره اعتراض ساکنان دهه سپوله را تهمت بی اساس و مغرضانه و بهتان خائنان ملت و دولت با پول خواجه‌های خارجی‌شان نامیده رد کرده است. اما شهرداری همزمان وجود اختلاف بین ساکنان دهه سپوله و کاپیتان دسته فوتبال استرافشان الهام باروتوف را که می‌خواهد در این دهه ورزشگاه بسازد تصدیق می‌کنند. در ویدیویی که پیام نشر کرد دیده می‌شود که یک گروه ساکنان سپوله به نشان اعتراض سنگ‌های برای ساختن ورزشگاه آورده الهام باروتوف را بیرون می‌پرتویند و می‌گویند به اینکه زمین‌های دهه‌های آنها را به بیگانه‌ها فروختند راضی نیستند. ساکنان بر اینند که کسی از منصبداران پرنفوذ از آبروی الهام باروتوف سوء استفاده کرده این زمین را به نام وی خریده است تا که ساکنان اعتراض نکنند. ولی به اطلاع شهرداری با قرار رئیس شهر استرافشان از 31 دکبر سال 2018 تحت رقم 541 به باروتوف الهام برای بنیاد مجموعه ورزشی در حدود جماعت پاشکند 45 سوتق زمین جدا کردند. شهرداری میگوید الهام باروتوف یکی از بهترین فوتبال بازان نه فقط دسته استرافشان بلکه جمهوری به حساب می رود و تصمیم برای او جدا کردن زمین برای ساختن مجموعه ورزشی که طبق لایحه از یک چند میدانچه ورزشی و موضع فراغتی عبارت است با مقصد هوسمندگردانی ورزشگر و مهیا کردن شرایط مشق ورزی جوانان و نورسان از جمله جلب آنها به فوتبال راه اندازی گردیده است. متاسفانه با مقصدهای غرضناک از جمله برای غیر قانونی غصب نمودن زمین برخی از ساکنان دهه سپوله که زمین بالا ذکر در حدود این دهه می باشد از سال 2018 این جانب به آغاز کارهای ساختمانی مانعهای سنی ایجاد کرده با این مقصد ساکنان دهه را نیز جلب می کنند و آخرین حادثه‌ای که نوار آن مقصدناک نشر گردید ادامه همان مانع ایجاد کنی‌های سنی می باشد. نوابسته از این صبح 18 دکبر سال 2021 راهبریت شهر استرافشان در دهه سپوله با ساکنان ملاقات انجام داده ماهیت مسئله را بررسی کرد و حالتهای قانون ویران کنی و من بعد راه ندادن به چنین عملها را قاطعانه تاکید نمود. گفته می شود در اطلاعیه شهرداری استرافشان.